دوستای نهایت ارجمند، السلام علیکم. خدا کنه که جور و صحتمند سلامت باشین، در گوشه و کنار جهان که باشین، آرام سر بدن سرفراز باشین. روز دوستا خواستم طرز تهیه کنم بورانی کچالو ساده تر شه با شما نشون بدم. 60 عدد کچالو ضرورت داریم، 1 عدد پیاز، 3 دندان سیر، 1 قاشق نمک و 1 قاشق چای خوری مرچ سرخ، 1 قاشق گشنیج خشک و 45 عدد مرچ سبز و اینیام رب بانجانروی. شما زر رقم رو استفاده میکنین. اول میگیرین پیازتون رو بین قسم توتا میکنین، بعدا دوستا روغنتون رو میگیرین، دیگ بندازین، روغن سرخ میکنین و پیاز بالایش علاوه میکنین. دوستا پیاز علاوه کردین، دوستا پیازتون خوب گلابی میکنین، سیرتون رو توتا میکنین، تیار و آماده میمونین. دوستا سیر که توتا کردین، بعدا میگیرین به شور میتین، خوب پیازتون رو شور میتین که تا که پیازتون گلابی شه و پیاز خوب سرخ میکنین. دوستا کسانی که چینل ما رو سابسکرایب نکردن لطفا چینل ما رو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. تشکر از اینکه بیننده برنامه های ما بودین و هستین. دوستا بعدا میگیرین مرچتون هم توتا میکنین، به می ترتیب مرچ توتا میکنین. مرچ سبزتون 5 عدد. شما اگر فرد مثال هر کس که زیاد مرچ نمیخوره، مرچ زیاد نندازین، به اندازه خود پرتین. دوستا میبینید که دوستا همینجا پیاز ما کمک واره گلابی رنگ به خود گرفت. شما دیگر دمی اسنا شما دوستا میگیرین ربتان آماده میکنین و رب بالایی ازی علاوه میکنین. دوستا به این ترتیب میگیرین. دوستا رب از این رب استفاده میکنین، رب بالایش علاوه کردین. دوستا بعدا شما چی میکنین که مواد که شما توتا کردین، مرچ و سیر و تانه که توتا کردین دیش مندازین. مرچ سیرتون دیره بانه که کمک واری خوب سرخ شد و سر روغن به وقتی که سرخ شد، سر روغن آمد دوستا، خوب کل چیزایتون سرخ شد. بعد از او شما میگیرین، اینا دیدین که سرخ شد دوستا، بعد از او میگیرین شما مرچ و نمک و مساله تون دیش چی میکنین اضافه میسازین. به این ترتیب مرچ مساله و نمکتون، مساله مطلب مزم گشتیج خشک من شما را گفتم دیگه. اینمی سه چیزا میگیرین، ساده و خوبتر جور میکنین، میمانین که یک کمک وارد هم سرخ شود. دوستا وقتی که سرخ شده یک کمک وارد مابینش چی میکنین علاوه میکنین. شما وقتی که سرخ میشه دوستا میگیرین کچالیتون به این ترتیب بین قسم توتا میکنین، حلقه میکنین. وقتی کچالیتون حلقه توتا کردین، موادتون که جور شده و ساوس یا قرمیتون که جور شده یک کمک وارد عوضش اضافه میکنین. وقتی که عوض اضافه کردین دوستا میمونین که یک کمی خوب جوش بخوره. وقتی که جوش خورد دوستا کچالو رو که شما ریزه کردین دیش مندازین و علاوه میکنین. دینمی ساوستان یا دینمی قرمیتون علاوه میکنین. دوستا طریق دیگه چیز که میتونین کچالو رو سرخ هم کنین با مثل چپس و بعدا دمی ساوستان علاوه کنین. این طریقی آسان ترش است و شما رو میگیرین دوستا به مدت 10 الی 15 دقیقه کچالو زیاد نرم نشه دیگه میگیرین. شما این قسم دوستایی رو میگیرین دم میمانین با درجه حرارت بسیار کم یا 6 یا 7 درجه میمانین و مدت 10 دقیقه شما رو چی میکنین دمی دیگ پخته میکنین. وقتی که دوستا میبینین که اینا دیگتان در دم باشه، در پختن باشه، شما میگیرین بین قسم چکه یا ماست میگیرین، در بینش 3 دندان سیر و نمک مندازین و این قسم میره شور میکنین، مکس میکنین، شور میتین، مکس میکنین، جور میکنین. دوستا این هم بود طریقه بورانی کچالی ما و چکر بالایش یا ماست بالایش اضافه میکنین و بالای سرش نان مندازین و همراه نان خشک گرم صرف میکنین و میخورین. دوستا کسانی که چینل ما سابسکرایب نکردن لطفا چینل ما سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. تشکر از اینکه بازم براتون میگم بیننده برنامه های ما هستین و ما رو تعقیب میکنین و تشکر از دوستای ما که ویدیوهای ما رو لایک کردن و کامنت ماندن و سابسکرایب کردن. دوستا خداحافظ، ناصرتان، پناهتان به خدای کریم و رحیم.